این شهر داره روی سر آدماش خراب میشه. مردم دارن ویرانی شهر رو تماشا میکنن که یه حفره بزرگ وسط شهر درست میشه. از داخل این حفره یه ماشین پرت میشه بیرون. چند لحظه بعد یه ماشین فضایی بزرگ که شبیه یه 8 پاست از زمین بیرون میاد. مردم دارن با بهت به ماشین عجیبی که از زمین اومده بیرون نگاه میکنن، اما ماشین میاد سمتشون و اونا فرار میکنن. ماشین صدایی از خودش در میاره و بعد شروع میکنه به شلیک لیزر به آدما. ماشین آدما رو تبدیل به دود میکنه و آدما هر چقدر سعی میکنن فرار کنن اما راه نجاتی ندارن و ماشین به هر کجای شهر که نگاه میکنه ویرونی به بار میاره و وقتی از داخل تلویزیون یه خبرنگار نگاه میکنه میبینه که کل جهان پر شده از این ماشینای فضایی که دارن مردم رو قتل عام میکنن.